دسترخوان را که یهودیان و نصرانیان 42 کشوری خارجی دیگه در افغانستان آمدن اقوال کرده بنام مارش بردور، بنام مارش پولوس، بنام مارش هربکی، بنام پروژه، بنام غیره. هر افغانی که از این دسترخوانی یهودیت و نصرانیت نان میخورد، هر افغانی که به این کاسه یهودیت و نصرانیت دست دراز میکند، لقمه را به حلقوم خود میاندازد. گوش بگیر که الله چی میگوید: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان به خدا دارید، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، یهودیان و نصرانیان را به خود دوست و هم پیمان و برادر و میزبانی به یهودیان و نصرانیان نکنید. بعضهم اولیاء و بعض، اونها همه ملت یک هستند. و من یتولهم منکم فانهم منهم. هر مسلمانی که با یهود و نصرانی، هر مسلمانی که با انگلیس ها و با امریکی ها و با خارجی ها، هر افغانی که دست برادر با هم یک جا میگردن، یک جا میجنگن و یک صف هم هستند، الله میگه فانه منهم. اگر روزه بگیرد، اگر زکات بدهد، اگر حج برود، اگر تراویح و ختم هم بخواند، فانه منهم. در سایه کفر، در صف کفر، در دسترخوان کفر نه روزه سند هست، نه تراویح سند هست، نه نماز سند هست. فانه منهم. فتوای قرآن هست.